تخیل از دانش و آگاهی مهمتره. نشونه واقعی هوش دانش نیست که تخیله. تخیل همه چیزه. تخیل پیش نمایشی از جاذبه های آینده زندگیه. شاید هیچ ویژگی قوی تر از داشتن تخیلی قوی نباشه. تخیل همه چیزه، چون بدون اون نمیتونیم هیچ چیز جدیدی خلق کنیم. بدون اون محکوم به تکرار الگوهای قبلی، تکرار اشتباهات و زندگی کردن همون زندگی همیشگی هستیم. اما با تخیل هیچ محدودیتی وجود نداره. هیچ محدودیتی برای اون چی که میتونیم امتحان کنیم. هیچ محدودیتی برای اوجی که میتونیم پرواز کنیم. هیچ محدودیتی برای بزرگی رویامون نیست. ما باید از جعبه کوچیکی که جامعه برامون ساخته رها بشیم و واقعا زندگی که میخوایم رو تصور کنیم. وقتی مطمئن شدیم اون زندگی چیه، باید براش بجنگیم. ما فقط یه فرصت برای این معجزه زندگی انسانی داریم. پس اونو کامل و دقیقاً همونطوری که میخوایم زندگی کنیم. درسته که همه ما رویاهایی داریم، اما مشکل اینجاست که بیشتر مردم وقتی شرایط سخت میشه رویاهاشون رو توی کمد پنهون میکنن. وقتی زندگی چالش ایجاد میکنه بیشتر مردم به چیزایی که میشناسن پناه میبرن، به راههای آسون آشنا. اما راه آسون آشنا هرگز تو رو به رویاهات نمیرسونه. دو راه برای زندگی وجود داره. یکی این که انگار هیچ چیز معجزه نیست، دیگری انگار که همه چیز معجزه است. کسی که دیگه نمیتونه توی شگفتی توقف کنه و با حیرت بایسته، در واقع مرده، چشماش بسته است. واقعا همینقدر ساده است. این یه انتخابه. فارغ از شرایط زندگیمون میتونیم انتخاب کنیم که هر چیزی که اطرافمونه رو معجزه ببینیم. فقط همین حقیقت که ما اینجاییم توی یه بدن انسانی، گفته میشه یه شانس توی 400 تریلیونه. خیلی از ما باور نداریم که یه معجزه دوپا هستیم. متاسفانه خیلی ها توی ذهنشون زندگی میکنن. نسبت به آینده بدبین و از گذشته آزرده خاطرن، انقدر که معجزه های زمان حالو از دست میدن. چشماتو باز کن و دلتو به جادوی اطرافت باز کن. معجزه زندگی انسان و حیوان، معجزه طبیعت، معجزه وجود خودت و اون چیزی که قادر به انجامش هستی. وقتی که اهمیت نمیدی دیگران دربارت چه فکری میکنن، از همین لحظه انتخاب کن که معجزه رو توی اطرافت جستجو کنی و پیدا کنی. روح‌های بزرگ همیشه با مخالفت شدید ذهن‌های متوسط روبرو شدن. میگن تنها چیز تضمین شده توی زندگی مرگه. میتونی به این لیست غیر ممکن بودن راضی کردن همه رو هم اضافه کنی. واقعیت به همین سادگیه. وقتی میخوای تغییر کنی، وقتی میخوای زندگی تو بهتر کنی، با مخالفت‌هایی روبرو میشی. متاسفانه این مخالفت‌ها معمولاً از نزدیکترین افراد به تو میاد. خیلی‌ها پیشرفت تو رو دوست ندارن چون یادآور کمبود پیشرفت خودشونه. خیلی‌ها با مسیر تو موافق نیستن چون یادآور مسیر نرفته خودشونه. مهم نیست چه کسی یا چه چیزی مخالفته. باید به خودت و اون چیزی که درسته وفادار بمونی. کار درست رو در حق دیگران و مهمتر از همه در حق خودت انجام بده. اونایی که مهمن در نهایت همراه میشن و اونایی هم که مهم نیستن. زندگیت رو با هدف، نیت و روحیه زندگی کن. برای رویا پردازی و زندگی بزرگ از ذهنای متوسط عذرخواهی نکن. ما نمیتونیم مشکلات رو با همون فکری حل کنیم که اونا رو به وجود آورده. دیوونگی یعنی انجام یک کار بارها و بارها و انتظار نتیجه متفاوت داشتن. آره، باید بزرگ رویا پردازی کنیم. اما اگه زندگی اونطور که میخوای پیش نمیره، شاید وقتش رسیده مسیرتو تغییر بدی. لازم نیست هدفتو عوض کنی،
اما شاید لازم باشه راه رسیدن به اونو تغییر بدیم. هیچ وقت یادگیری و رشد رو متوقف نکن، راهشو پیدا میکنی. کسی که هیچ وقت اشتباه نکرده هیچ راه جدیدی رو امتحان نکرده. این که متعهد به رشد و یادگیری و بهتر شدنی تقریباً تضمین میکنه که جایی توی مسیر اشتباه کنی و شکست بخوری. اما یادت باشه این زمانی شکسته که تسلیم بشی، ادامه بده، درس بگیر، اجازه بده اون تجربه به تو خدمت کنه. اجازه نده کسی به خاطر اشتباهاتت تو رو دل سرد کنه. اشتباه کردن ویژگی تضمین شده همه برنده ها و جوینده های کنجکاوه. از دیروز یاد بگیر، برای امروز زندگی کن، به فردا امید داشته باش. مهم اینه که پرسیدن رو متوقف نکنی. کنجکاوی دلیل خودشو داره. من استعداد خاصی ندارم، فقط به شدت کنجکاوم. هیچ وقت پرسیدن رو متوقف نکن. انقدر با خودت در ارتباط باش که حس کنی کی وقت تغییره. هیچ وقت اون کنجکاوی کودکانه برای یادگیری بیشتر، رشد بیشتر و کشف بیشتر رو از دست نده. چون الان ایدئال خودت نیستی، هیچ وقت امیدتو از دست نده. هیچ وقت فراموش نکن تو یه معجزه‌ای. هیچ وقت اون حضور ذهنی رو که خیلی ها ندارن از دست نده. تلاش نکن فقط موفق باشی، تلاش کن مفید باشی. هر جا، هر زمان، توی تعامل با هر کسی ارزش اضافه کن. اون وقتی که موفق میشی و ثروتی بیشتر از پول به دست میاری.